به نام خدا. داستان شیرین 7 اندرز استاد به شاگردش. سالها پیش از این مرد فقیری بود به نام باقر و زنی داشت به نام سیران. روزی برای پیدا کردن کار راهی شهر حلب شد و در آنجا نزد مرد ثروتمندی مشغول به کار شد. باقر 7 سال نزد مرد ثروتمند کار کرد و در این 7 سال باقر می‌دید که مرد علاوه بر ثروت بسیار از حکمت زیادی هم برخوردار هست و مردم زیادی برای حل مشکلات خود نزد حکیم ثروتمند می‌آیند و حکیم ثروتمند هم با مهربانی و خوشرویی مشکلات مردم را حل می‌کرد. 7 سال گذشت و باقر خواست که به خانه برگردد و مرد ثروتمند 7 کیسه طلا به او داد و باقر اسباب سفر را آماده کرد و میخواست از خانه خارج شود. دید که اربابش سبدی بزرگ از گندم پخته پیش رو گذاشته و دانه دانه از گندمها را بر می دارد و به زمین می اندازد. باقر پرسید چه می کنی؟ ارباب جواب داد اندرزهای حکیمانه را می شمارم. باقر از او خواست که یکی از اندرزها را برایش بگوید. ارباب گفت بهای هر اندرز 1 کیسه طلاست. باقر پذیرفت و هر 7 کیسه طلا را داد و 7 اندرز شنید. در هر کاری صبر لازم است. زیباتر از همه آن کسی است که دل بپسندد. تا از تو چیزی نخواهند هیچ چیز به کس مده. راز خود را با کسی در میان مگذار. اگر بر منصب محترمی نشسته ای با کسی که در نقطه مخالف نشسته سخن مگو. وقتی که به خانه می روی در بین راه هر چیز را که سبکتر از سنگ باشد بردار و از جایی که نشسته ای برنخیز. باقر اندرزها را شنید و با دست خالی و غمگین راه خانه را در پیش گرفت. در بین راه به کاروانی برخورد و به خدمت سربازرگان درآمد تا پولی به دست آورد. رفتند تا به چاهی رسیدند. میخواستند از چاه آب بکشند که هیچ کس راضی نشد وارد چاه شود جز باقر. سربازرگان هم گفت اگر تو سالم از چاه در آمدی خونبهایت را میدهم و اگر از چاه در نیامدی آن را برای زنت میفرستم. باقر نشانی خانه خود را به سربازرگان داد و وارد چاه شد. کاروانی ها سطل به پایین میفرستادند و باقر آن را پر میکرد و بالا میفرستاد تا اینکه همه شترها آب خوردند و همه کاروان سیراب شد. باقر که کارش تمام شد فریاد زد بالایم بکشید. در همین موقع در دیواره چاه دری باز شد و جوانی بلندقد بیرون آمد. یقه باقر را گرفت و با خود برد. وقتی باقر به خود آمد دید در اتاق بزرگی دختر بسیار زیبایی نشسته و در گوشه دیگر قورباغه زشتی چنباته زده است. جوان رو به باقر کرد و گفت بگو کدام یک زیباتر است. اگر جواب غلط بدهی سر از تنت جدا می کنم. باقر اندرز ارباب سابق به یادش آمد و گفت زیباتر آن است که دل بخواهد. ناگهان صدایی برخاست و قورباغه بدل به دختر بسیار زیبایی شد. جوان بسیار خوشحال شد و از باقر پرسید که چه می‌خواهد. باقر گفت می‌خواهم روی زمین برگردم. جوان 7 انار به باقر داد و او را به ته چاه بازگرداند. باقر کاروانیان را صدا کرد و به کمک آنها از چاه خارج شد. بعد خونبها و 7 انار را به سربازرگان داد تا به زنش بدهد و خودش رفت که به سیر و سیاحت بپردازد. سربازرگان انارها و پولها را به دست سیران زن باقر رساند. وقتی سیران یکی از انارها را پاره کرد دید پر است از یاقوت و مروارید و الماس. با مقداری از آن در جای خانه‌اش خانه بزرگ و بسیار زیبایی ساخت.
و به نگهبانان هم سپرد که اگر دیدی مردی 3 بار به خانه نزدیک شد و آه کشید، او را نزد من بیاورید. باقر پس از چند سال سیر و سیاحت قصد بازگشت به خانه کرد. نزدیک خانه مار مرده‌ای دید. یاد یکی از اندرزهای ارباب سابقش افتاد که گفته بود وقتی خواستی به منزل بروی هر چیز سبکتر از سنگ را بردار. باقر مار مرده را برداشت و در خرجینش انداخت و راه افتاد تا به خانه رسید، اما خانه خود را پیدا نکرد، چرا که به جای آن خانه بزرگ و مجللی ساخته شده بود. باقر 3 بار به خانه نزدیک شد و برگشت و آه کشید. نگهبانان او را به خانه بردند. باقر قبل از اینکه داخل خانه شود مار مرده را در حیاط انداخت و رویش خاک ریخت. باقر دید زنش در کنار پسر جوان و زیبایی خوابیده است. خنجرش را درآورد تا هر دو را بکشد، اما یکی از اندرزها به یادش آمد: در هر کاری صبر داشته باش. وقتی همسرش از خواب بیدار شد، معلوم شد که آن پسر خود اوست و در کنار مادرش خوابیده است. سیران تا باقر را دید خود را در آغوش او انداخت. باقر همه ماجرا را که از سر گذرانده بود برایش تعریف کرد. در این میان از جایی که باقر مار مرده را زیر خاک کرده بود درخت میوه بزرگی رویید. سیران با دیدن درخت گفت: این از کجا آمده؟ درخت گلابی است. ناگهان درخت پر از سیب شد. باقر گفت: درخت سیب است. ناگهان درخت پر از هلو شد. خلاصه اسم هر میوه‌ای که روی درخت بود می بردند به میوه‌ای دیگر تبدیل می شد که باقر گفت ظاهراً این درخت جادویی است و هرچه می گویی تغییر شکل می دهد. و هر دو مشغول دیدن درخت بودند که ناگهان فکری به ذهن باقر رسید و با خود گفت: خوب است که از این طریق پول زیادی به جیب بزنم. و رفت با اهالی روستا شرط بندی کرد و گفت: هر کس بتواند اسم درخت را بگوید 1 کیسه طلا به او می دهم و اگر اشتباه بگوید 1 کیسه طلا باید به من بدهد. مردم همه جمع شدند و گفتند: آخر کدام ابلهی نمی تواند میوه درخت را تشخیص ندهد؟ پس مردم حاضر به شرط بندی شدند. نفر اول آمد و گفت: این که معلوم است درخت گلابی است، که یکهو درخت سیب شد و همینطور همه شرط را می باختند. در آن روستا مرد طماع و حریصی زندگی می کرد. او عجوزه‌ای را اجیر کرد تا راز درخت را بفهمد و اسم آن را پیدا کند. عجوزه خود را به زن نزدیک کرد و با او دوست شد تا راز درخت را بفهمد. خلاصه پیرزن هر کاری کرد، سیران قبول نکرد که راز درخت را از شوهرش بپرسد. بعد از کمی صحبت پیرزن گفت: بسیار خوب، پس حداقل این صندوقچه را 1 روز نزد خود به امانت بگیر تا من فردا بیایم و آن را ببرم. سیران گفت: بسیار خوب، و عجوزه به کمک خدمتکاران صندوق را برد و در داخل اتاق گذاشت. از شما چه پنهون که مرد حریص رفته بود داخل صندوق تا از راز آنها با خبر شود. شب که باقر و سیران صحبت می کردند، مرد حریص هم حرفهای آنها را می شنید. سیران از زیر زبان احمد کشید که این درخت مار است و از مار مرده‌ای روییده است. فردا صبح عجوزه آمد و صندوقش را برد. بعد مرد حریص آمد و با باقر شرط بندی کرد و گفت: اگر من جواب صحیح ندادم هر چه ثروت دارم مال تو باشد و اگر جواب صحیح دادم 3 چیز را در خانه تو لمس می کنم، آنها را برای خودم می گیرم. باقر پذیرفت. شرطنامه را امضا کردند و گواهی گرفتند. مرد حریص گفت: درخت تو مار درخت است و از مار روییده است. این را که گفت ناگهان درخت شعله‌ور گشت و نابود شد. باقر گفت: تو درست گفتی، حالا 3 روز به من مهلت بده. مرد قبول کرد.
باقر رفت به سراغ ارباب سابقش تا راه حلی پیدا کند. پیرمرد حکیم گفت من امشب مهمان شاه هستم، تو هم بیا برویم. فردا راجع به کارت صحبت می کنیم. در آنجا پهلوی من بنشین. در خانه پادشاه پیرمرد در کنار پادشاه نشست و باقر کنار او. اما هر کس که داخل می شد باقر جای خود را به او می داد و پایین تر می نشست تا اینکه کم کم به کنار در رسید و در مقابل پادشاه قرار گرفت. خوردنی های فراوان بر روی سفره چیدند و آخر سر هندوانه بزرگی آوردند. پادشاه گفت چه کسی کارد تیز همراه دارد تا هندوانه را پاره کنم؟ باقر گفت من دارم و کاردی از جیب درآورد و به پادشاه داد. پادشاه از دیدن کارد خیلی تعجب کرد. کارد دسته زیبایی داشت و سرتاسر آن یاقوت و الماس و مروارید نشانده بود. وزیر علت تعجب پادشاه را پرسید. پادشاه کارد را به وزیر داد. وزیر خنده‌ای کرد و گفت روزی دزدها به خزانه پدرتان دستبرد زدند و از جمله چیزهایی که بردند این کارد بود. پادشاه جلاد را صدا زد و فرمان داد سر از بدن باقر جدا کنند. ارباب سابق باقر پادرمیانی کرد و گفت او مهمان من است. اجازه دهید امشب را در خانه من بماند. فردا نزد شما می آید و هر کاری خواستید بکنید. پادشاه گفت نه، چون تو امشب به او یاد می دهی که چه کند و چه بگوید. پیرمرد قول داد هیچ چیز به او نگوید. باقر و پیرمرد به خانه برگشتند. پیرمرد به دخترش گفت الاغ را بیاورد. دختر الاغ را آورد. پیرمرد چوبی را برداشت و شروع کرد به زدن خر. به خر گفت مگر به تو نگفتم از جایت برنخیز؟ و ضربه‌ای به خر زد و باز گفت مگر نگفتم تا چیزی از تو نخواسته‌اند نده؟ حالا گوش کن ببین چه میگویم. فردا به پادشاه میگویی که پدرم بازرگان ثروتمندی بود. روزی راهزنان به کاروان او حمله کردند و با این کارد او را کشتند. من این کارد را از سینه پدرم درآوردم و از آن موقع به دنبال صاحب این کارد میگردم. حالا کارد را بردار و خونبهای پدرم را بده. فردا باقر به نزد پادشاه رفت و از او اجازه خواست تا حرفهایش را بزند. پادشاه اجازه داد و باقر حرفهای پیرمرد را برای او تکرار کرد. پادشاه بعد از شنیدن حرفهای باقر گفت وزیر کارد را شناخته است. وزیر گفت من داستانی از خودم ساختم تا این کارد را صاحب شوم. پادشاه گفت وزیری که چشم به مال مردم داشته باشد همون بهتر که نباشد و دستور داد گردن وزیر را زدند و باقر را مرخص کرد. باقر و پیرمرد به خانه برگشتند. پیرمرد به باقر گفت مگر نگفتم که رازت را با کسی مگو؟ آیا می‌دانی سه چیزی که آن مرد می‌خواهد چیست؟ زن تو، سر تو، ثروت تو. حالا برمیگردی و یک نردبان که 3 پله دور از هم داشته باشد درست می‌کنی و خودت و زنت به بالای خانه می‌روید. وقتی مرد خواست پیش شما بیاید، دست که به پله اول نردبان گذاشت بگو این اولش، به پله دوم دست گذاشت بگو این دومش، به پله سوم دست گذاشت بگو این سومش. شاهد و گواه هم حاضر کن تا نتواند انکار کند. باقر به شهر خود بازگشت و همانطور که حکیم پیر گفته بود عمل کرد و آن مرد طماع با دست خالی و غصه زیاد به خانه‌اش برگشت و باقر به آرزوی خود رسید.